ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфтори адабиямонро аз силсилаи хониши бадеӣ оғоз мекунем. ба таваҷҷӯҳи шумо романи нависандаи халқии Тоҷикистон Кароматулло Мирзоев ишқи сархӯр дар қироати Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 14. در عین نماز جمعه خانی بابای ازبک خواجه به تلفنش زنگ پسی زنگ آمدن گرفت. نمازخوانها ناراحت شدند، ناریزایی. تقا تلفنش را خاموش کرد، خلاص نیافت. ملا امام اکنون به منبر برآمده از روی کاغذ به خواندن خطبه سر می کرد که حادثه به وقوع آمد. این خیل نشوده بود که وقتی با آوازی بلند خطبه خواندن دامالله کسی آواز بلند نماید یا با او قشاواز شود. یاد ندارند، ممکن نه. ولی همین خیل شده. شور و شنگ از پای بابای ازبک خواجه‌ای که آبرویش در عالم، آن کس را صوفی می خواندند، صوفی پاک، خدا ترس. خودش هم از این نام و نشان می نازید. اما در این روز جمعه چی بلایی شده که از پگاه حالش ناجور، به نامش اسناد می آمدگی برین. جیانش بی عقلی کرده وقتی نماز تغا گفته با آوازی بلند او را جیغ دارد. هوشی همه پریشان، با ایمای و اشاره تأکید داشتند که شاهپور دم شود، نماز مردم را می براند، از تگی در رود. خودی تقا هم همین خیل اشاره ها کرده از قهر و غضب درون به درون می سوخت. ولی کو زبانی که بسری او خیزد گوید که دف و دارو شود، نتابد، گم و گور شده رود. نمی بیند تقا در نماز گپ زدن ممکن نی، همین را نمی فهمد. اما آوازی تقا گویی شاهپور چنان بلند که در و دیوار بامی مسجد را به سر می برداشت. و ضمن این در یک مورد با تلفن با یک کسی دیگر هم در گفتگو در شور و مغل. آچه جان به او می فهماند. تقا می گویم جواب نمی دهد. نمازخوانها جنگ دارند. آچه گفتم کن نامش را گرفته جیغ زن، بابای ازبک خواجه گوی، پیشش رفته از گریبانش گیر برا گوی. بابای ازبک خواجه، های بابای ازبک خواجه. شاهپور از دری مسجد درون شده به عقیده بابای ازبک خواجه کار را رسوا کرد. نام تقا را به زمین زد، کپش دود گرفت. همه فهمیدند که این آدمی بی عقل، تربیت نادیده، جیانی بابای ازبک خواجه صوفی مسجد به همه معلوم گشت. بابای ازبک خواجه رسوای دو جهان. دامالله امام خواندن خطبه را بس کرد، کاغذی دستش را به جایش گذاشت. بابای ازبک خواجه به شما می گویم برآیید، از نماز برآیید، فرمایش داد ملا. نمازی همه بریده شد. همه از نماز نیت کردند. ملا امام هم مجبور بود که خطبه را که قریب جای انجامش رسیده بود باز از نو سر بکند. همه این حادثه ناگوار کاری اوبال با عیب بابای ازبک خواجه. او خجالت زده شده مثل پرنده پرکنده، مجروح، بی حال و بی مدار، با سری خم از پسی جیانش شاهپور از دروازه مسجد برآمد.
بچند در آمدی بچم؟ از شاهپور پرسان شد تقا. برای چی سالم را می پرسید تقا؟ می دانم سینت از سی می گذرد، میده نیستی، زن و فرزند داری. فهمیدی که همین حالا چیکار کردی؟ نمی دانم. تو او بال و ثواب را می دانی یا نه؟ حوالت به خدا. اما سری مرا به زمین زدی، از بین خاص و عام شرمنده شدم. نمی دانم تو او بال و ثواب را می دانی یا نه؟ حوالت به خدا. اما سری مرا به زمین زدی، در بین خاص و عام شرمنده شدم، دیگر سر برداشتن نمی توانم. نمی دانم اکنون با کدام رو بر روی آدمان می نگرم. ما تقا ناعلاج ماندیم، نمی پرسید که به سرمان چی بلا آمد. همه امان را محکم کردند، دست و پایهایمان را بسته به ماشین بار کرده می برند. ته سود شده می رویم. اگر همین حاضر به دادمان نرسید، همین خیل می شود. علاجی دیگر نمانده است. نماز شما را نگاه کرده می ایستادم، شما ما را نمی یافتید. حالا هم وقت هست تقا جان، غمی ما را خورید. راه گردید، تیز دوید. بچم باور کن پیش پاهایم را دیده نمی توانم. شماها را در کجا محکم کردند؟ کی محکم کرد؟ همه اش را سراسیمه نشده گپ زن. عصبی نشو بچم، گپ زن. ما را تقا جان یک زن در حولی خاره صنم محکم کرد. دروازه را برویمان قلف انداخت. در درونی حولی ماندیم، برآمده نمی توانیم. خودم یک بلا کرده از سری دیوار پریدم. وی زن گلریز نام داشته است. به سری ملیسه ها رفت. در پسی دروازه 3 کودک قراول مانده رفته است. گلریز گفتی؟ ها تقا گلریز. من وی را می دانم و یک عمر آبی همین زنکه را لای کرده آمده است. کینگیر، بی ستر، بی حیا. تا حال با وی هم گپ نشدم، حذر می کنم، می ترسم. تقا شما یک کار کنید کفایه. قلفی دروازه را کشایید که ما از حولی براییم. بعد کجا رفتنمان را می دانیم، می گریزیم، علاج دیگر نداریم. التماس قلف را کشایید. جان تقا جان، قلف را کشایید. من قلف را کشاده نمی توانم. یگان کس را گویید کی را یابم. بابای ازبک خواجه در فکر افتاد. حاضر گفته تلفنش را از بغل برآورد. فیروز بچم تو در کجایی؟ در خانه. میشنید جوابی فیروز را شاهپور. همین حاضر لحظه‌ای نگذشته یک کار میکنی. چی کار بابا؟ یک قلف را میکشایی، اسبابهایت را گیر، به پسی دری خانه سرخورشان بیا. زود تیز. آمدی. راهکی شدم بابا. در گرد لبانی بابای ازبک خواجه تبسم موج زد. تو فیروز را نمیدانی. کی بودنی وی را به شاهپور میفهماند تقا. نبیرم، نسلی نودیه، از همه چی با خبر، همه چی را میداند. کامپیوتر دارد، ذهنش تیز، خود به خود یک علم را از خود کرده است. تمامی قلف ها را می کشاید. همه قائلند به قلفشان یک گپ شود، مردم به سری وی می دوند. حالا ما هم به فیروز کار افتاد. توبه توبه. خندیده تقا سر بالا کرد. فیروز الکی در پسی دروازه اطراف قلف جنب و جل داشت.
نیکسی شلقلقه به راه درآمد. مسافرهایش باز همانهایی که از شاه منصور به سفیداب آمده بودند. جای طغا باز همان پهلوی شاهپور. او هنوز راهنما، اما آنها را به کجا می برد نمی دانستند. از کنار باغ و راغ، از نزد چشمساران و جویچه های پرآب و سبززاران می گذشتند، از جایهایی که آن را در عمرشان ندیده بودند. طغا، شما ما را کجا می برید؟ وقتی از دیه برآمده، تپه را خمیده از یک پولی نظرناگیر کهنه بالای دریاچه می گذشتند، طاقت مادری لطفیه نمانده دلش را کفاند و علاوه نمود: طغا میگم راه خانه تان را گم کردید. از سفیداب برآمدیم. من امشب شما را خانه نمیبرم. به شما چی شده است طغا؟ اولش که ما را در راه پرتافتید، از ما گریختید، و سرمان بلا آمد. حالا روز بیگاه شده ایستاده است و نمیدانیم کجا می رویم. حالی می فهمانم. طغا از شاهپور خواهش کرد که ماشین را از راه یک نیمه نگاه دارد. نمی فراییم، تاکید نمود. تو مهری نیسا، از کودکیت ملال شبک بودی، حالا هم تو همان خیل. از او نارضایی کرد طغا. ندیدی وی زنک به سرطان چه روز آورد؟ وی به سری ملیسه ها رفته است. آنها را آورده باشد، می بیند که شماها قلف را شکسته برآمدید. در حوری از شماها نه نام و نه نشان. بعد به ملیسه ها چی جواب می گوید؟ جوابگر می شود. تهمت کردی می گوید. به بلا می ماند. بعد وی شماها را می بخشد. دیوانگری هایش می گیرد. از پستان می شود. خانه های دیه را سوزن کاب می کند. کنی ملا گفته در خانه من غذا می اندازد. شماها می روید و سودبازیش با من می ماند. به این هم برای اینها خودی نه، آمد حساب می یابد. طغا جان، یک گپ هایی گویید که به شما باور کنند. همه گپتان یک سوی و همین گپتان که شما را آمد سیل و سنگ آورده می گفتند غلط. همین گویید که بابای و بیبیم در کجا خاک شده اند، باز فرزندانتان را نمی گویید در همین جا گذشتند. شما با این مردم خاک شریک و آب شریک. شمایان جیان از یک جهت در شاه منصور نی در شهر دوشنبه میزید. شماها شهری زندگی دیه را نمی دانید. اینها یک تعامل های دارند که شنوید حیران میمانید. 100 ساله ها هم عمرتان در دیه گذرد. از کجای آمده باشید همان جایی ماندن میگیرید. در سفیداب من بابای ازبک خواجه یا ملا ازبک خواجه نیستم. نامی من ملای شاه منصوری. فرزندانم را هم بچه های ملای شاه منصوری میگویند. یک کس فیض نام داشته است. از دیهی کاخوی رامیت کوچیده آمده بوده است. چند عصر گذشته استخوانهایش در گور نمانده خودش را فیضی کاخوچی می گفتند. نبیره و ابیره و چبیره هایش هم تا این روز ابیره و چبیره های فیضی کاخوچی. بعد بابای ازبک خواجه حسرت نمود که آدمانی آمد در برابری تهجایی ها قدر و منزلت نداشتند. مثلا خود او یک ملایی در بخارا خواندگی، از دین و شریعت خوب آگاه، در بعضی جایها او را عالم هم میگویند. لیکن در جایی که یگان نیمچه ملای دیهی خودشان باشد، سفیدابی ها روا نمی دیدند که وی در نماز پیش گذرد.
حال آنکه بعضی این نیمچه ملاها الف ب ت س را در نزد خود او آموخته بودند. در مکتب ده هم احوال همین. معلمان به خودی و بیگانه جدا. دیرکتوری مکتب باید حتما از قبیله اولاد، از خودیهای خودشان، از سفیداب باشد. خویشاوندان مهر نسا همه حس نمودند که دل تقای آنها پرعلم، ولی به کسی نمی گفته، صبر و تحمل می کرده. معلم پدری لطفیه که به حرفهای علم آوری تقا گوش می داد، مثلی که از درد او آگاه به سخن آمد. تقا راست می گویند. بعضی همین گونه تعامل ها دردی جامعه هم شده اند. او اینچنین افزود که همین گونه حرفهای شما از کجایی را و در دانشگاه از زبان دانشجویان، شاگردان و آموزگاران بیشتر می شنود. به لب دریا گذشتند، رو به آبی روان، بالای سنگ ها نشستند. بابا می داند اولها آن دیگر بود. سر به سنگ های ساحل می زد، دمیش می خورد، صدایش به دلها لرزه می آورد. بابای ازبک خواجه هم آن ایام جوان بود، غرور داشت، دریا را پسند نمی کرد. از کوپروک نی، از زیر آن که دهشت آور می نمود آب بازی کرده می گذشت. اما حالا برای او کو آن قدرت و توان و غیرت، رو به پیری آورده است. بعضا در فکر می افتد امروز و فردایش مانده به خود بیاید، هوشیار شود که از او بدی نماند، بند بدرد و گریهش بماند. من بعد سری هر گپ و حرف احتیاط بودن می خواهد. دریا هم مثل بابا مانند آن سالها نیست. از 60 گشته است. آبش کم، سال از سال کمتر می شود. می گویند که از سرچشمهش خشک می شده است. پیریخها نابود می شده. به فکر بابا غلط این نه، وای نه، دریا پیر شده، سالش رفته. همه چی در دنیا رو به پیری نیستی می آورده. نشانه های پیری در دریا عیان، آرام. آبش هم مثل دل پیران سالان، مثل دل خودی بابا صاف، بی آلایش، آینسان. سنگریزه های تگش به ماهیچه ها که تک تک آب خود را به 1000 طرف می زنند، پرجلا، نمایان، درخشان. نگاهی بابای ازبک خواجه و همراهان به آب دریا، به موجها که گویا آب فکرهای ناجا، غمانگیز در داوری آنها را ربوده، باز نگاهشان به ادیر و تپه های سیر درخت، به سبززاران، به نورهای آفتابی بیگاهی روزی که میل پس قله های کوه خمیدن داشتند تماشا می کردند. بابای ازبک خواجه در این میان به چی فکر افتاده بود که به خلاصه آمد و گفت: شما گفتاری 14 را از روی رمان نویسنده خلقی تاجیکستان کرامتالله میرزویف عشق سرخور در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.